برای اینکه بدونی چجوری تو دبی اقامت بگیری لازم نیست هیچ کلمه ای رو کامنت کنی، فقط کافیه تا آخر این ویدیو با من همراه باشی. خیلی از دوستان این روزها در دبی خونه میخرن به نیت اینکه بتونن اقامت 2، 5 یا 10 ساله بگیرن. اما برای خیلی از عزیزان سوال پیش اومده که تفاوت این اقامت ها چیه و مبالغ ملک چقدر باید باشه که بتونن این اقامت ها رو دریافت کنن. یه سایت رسمی در دبی داریم برای عزیزانی که ملک خریدن و میخوان اپلای کنن برای گرفتن اقامتشون در دبی. اسم این سایت DLD Cube هستش که شما از طریق این سایت اگر مبلغ ملکتون بالای 2 میلیون درهم هست میتونید ویزای 10 ساله بگیرید. اگر مبلغ ملکتون بالای 1 میلیون درهمه و سن شما بالای 55 ساله میتونید برای اقامت 5 ساله اقدام بکنید و اگر مبلغ ملک شما 750,000 درهم به بالا هستش میتونید برای اقامت 2 ساله اقدام بفرمایید. خیلی از عزیزان قبلا ملک خریدن و اقامت نگرفتن، الان میخوان برای اقامتشون اقدام کنن. یه گزینه هم اینجا داریم به نام پراپرتی اِوالوشن که روی این گزینه وقتی کلیک میکنید میتونید درخواست ارزیابی ملکتون رو بدید از اداره اراضی املاک دبی و به نسبت ارزش ملکتون یا اقامت 2 ساله یا 10 ساله رو دریافت کنید. حالا این کار رو میتونید شما به صورت شخصی خودتون و از طریق این سایت انجام بدید یا میتونید از طریق یه سری کارگزاری های معتبر در دبی انجام بدید که یه شارژ بسیار کمی میگیرن و 0 تا 100 کار شما رو انجام میدن. دوستان عزیز توجه داشته باشید، عزیزانی که برای اقامت 2 ساله اقدام میکنن که مبلغ ملکشون بالای 750,000 درهم هست فقط میتونن به عنوان سرپرست خانواده برای خودشون، همسرشون و فرزندانشون اقدام بکنن. همینطور دوستانی که اقامت 5 ساله میگیرن اما توی اقامت 10 ساله که هر 10 سال یک بار شما هزینه رینیو رو پرداخت میکنید، توی این اقامت شما اقامت خانواده و پدر و مادرتون رو هم میگیرید. این تفاوتیه که اقامت 10 ساله با سایر اقامت ها در دبی داره. خیلی از دوستان پرسیده بودن اگه ملکی پیش خرید بکنیم که مثلا 3 سال دیگه تحویلمون داده میشه ما میتونیم برای گرفتن اقامتمون اقدام بکنیم یا اگه ملکی رو آماده بخریم بلا فاصله میتونیم برای گرفتن اقامتمون اقدام بکنیم. در مورد اول که پیش فروش هستش شما فقط با پرداخت 20% از مبلغ ملکتون با گرفتن عقود و SOA یعنی همون تراکنش مالی که شما تا الان برای سازنده پرداخت کردید رو دریافت میکنید و برای گرفتن ویزای طلاییتون اقدام میکنید. اما در مورد دوم شما یه ملک آماده میخرید، امروز سند میزنید، فردا میخواین برین اقامتتون رو بگیرید، اینم کاملا شدنیه. حالا برای گرفتن اقامت ما باید چی کار کنیم؟ اگر شما بخواید از طریق ما یا از کارگزاری‌های معتبری که خودتون میشناسین اقدام بفرمایید، 2 تا پارت داره این اقامت. پارت اول بهش میگن پارت DLD، پارت دوم بهش میگن پارت ایمیگریشن. پارت اول که مربوط به اداره اراضی املاک دبی میشه که بین 2 تا 1 هفته زمان میبره وقتی که ما مدارک شما رو میفرستیم اداره اراضی املاک دبی و به ما پیری اپرووال میدن، میگن شما قبول شدید برای اینکه یعنی شرایطتون مساعده برای اینکه بتونید برای اقامت اقدام بکنید. توی این پارت شما لازم نیست داخل خاک دبی باشید، اما بعد از این پارت زمانی که شما میخواین تشریف بیارید برای پارت ایمیگریشن یا اقامت شما حتما در دبی باید تشریف داشته باشید که بین 7 تا 10 روز کاری ممکنه کار شما طول بکشه. پس این ویدیو رو بفرستین واسه عزیزی که قصد سرمایه گذاری در دبی داره و اطلاعات بیشتر در مورد اقامت میخواد. شما هم اگه اطلاعات بیشتر میخواین نه کلمه اقامت نه دایرکت به من پیام بدید.